سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. همونطور که میدونید من مانی باربرم. اومدیم با دومین ویدیوی یوتیوب این سری ولاگ داریم با آقا مرداد و آقا امیرحسین، دوتا از آرایشگرای آینده. بریم ببینیم با هم دیگه قراره تو این ولاگ چه اتفاقی بیفته. تا آخر ویدیو همراه من باشید. گردن اینجوری مثل میکروفون دیگه با مدل مهربون باش. باش. یه دونه برو ببینه. مدل هر موقع خوبه، فقط یه خورده فشار دستتو زیاد کن، دامن حرکتیت هم زیادتر کن. این درسته، آفرین. لحظه آخر پرتاب کن. خب حالا یه دونه شونه کن به سمت پایین. آره تمام. فکر نکنم دیگه بزنه. نمره الحاقی عوض کن. این الان محور 6 میلیته دیگه. محور 4.5 باید یه لول بیاد پایین‌تر، اینجا پرتاب بشه. اگه بیای بالا محور 6 رو خراب کردی. بعد سفید میشه، بعد با پیتاژ محو کنی که اونم کارش سخت‌تر میشه. خب این همینجا میای پرتابی میزنی محوش می‌کنی. یه دونه برو من ببینم الان. خب یه نکته دیگه بهت بگم، سر مشتری تو خب همیشه تو زاویه 45 نگه. یه خورده بیا بالا، این کج الان راحت میتونی با ماشین کار کنی. آره خیلی بهتر شد. آفرین. حالا یه دونه شونه کن به سمت پایین، ببینی کجا مونده. آره یه خورده برو بالاتر، پرتابی زیر نمره 4.5 گارد بازت با بسته محو. خب حالا یه دونه شونه کن. پوستش کش میاد، پوستشو نگه دار. تمام. عالی. خیلی خوبه. عالی. چه خط خوشگلی انداختی. دور گوشش هم بگیر. آره گوششو بیار پایین قشنگ. تمام. مرسی. میخوام فید با لاین برم جلو، پرتابی 3 میل گارد بسته. یه لاین دیگه ایجاد کردم. اینجا رو خیلی کم میزنه، فشار دستم خیلی پایینه، تراکم مو پایینه. اگه بیام فشار دستم رو زیاد کنم یهو میزنه سفید میکنه. تا آخرین لحظه که من حس کنم ماشین من داره مو رو میزنه کار میکنم باش. چی میگی؟ یه لحظه گرفتم که اذیتم نکنه. اینجا نگاه کن، سفید تره به خاطر تراکمه. این الان تراکم موهاش تا اینجا پایینه، ولی اینجا تراکم مو اینجا یهو زیاد. چطور پیش میره امیر؟ امیر تمرکز رو کار جهان نمیده. چطور پیش میره؟ خداش ببینم این بره. یه دقیقه بمون اینجا رو ببینیم. این خیلی که الان زده 70% کاره. یه خورده لکی گیری کنیم، فاینالش رو بذاریم. خب این ویدیو هم تموم شد. مرداد چطور بود؟ عالی بود داداش. خب خدا رضا باشه. امیرحسین خسته نباش. شکر داشت. خیلی خوب شدی. شنبه نوبت تو دیگه. ان شاء الله. مواظب خودتون باشید. قربونت برم. شکر داشت.